سلام، من پونم و این یکی دیگه از پادکست های مستر کوچه. آیا تکنیک های فروش شما رو توی ماتریکس نگه می‌داره؟ خط باریک بین اخلاق و فریب. در دنیای بازاریابی و فروش بسیاری از تکنیک ها بر پایه اصول روانشناختی طراحی شدن که ممکنه از نگاه برخی در تضاد با قوانین جهان هستی و اصول آگاهی باشند. این موضوع باعث شده برخی از افراد این سوال رو مطرح کنند که آیا استفاده از روش‌هایی مانند ایجاد حس فوریت، محدودیت زمانی و یا حتی تأکید بر ترس از دست دادن برخلاف مسیر. در این مقاله قصد داریم به بررسی این مسئله از دیدگاهی گسترده تر بپردازیم. قوانین جهان هستی و انتخاب آگاهانه. یکی از اصول کلیدی در قوانین جهان هستی آگاهی و انتخاب آزاده. هر فرد بر اساس سطح آگاهی و باورهای خودش مسیر زندگیش رو انتخاب میکنه. در این میان اگر کسی آمادگی پذیرش یک محصول، خدمات یا اطلاعات خاصی رو نداشته باشه، حتی بهترین تکنیک‌های فروش هم نمیتونه اونو مجبور به پذیرش کنه. اما یک نکته مهم وجود داره. بسیاری از انسان‌ها به دلیل تعلل، تردید و الگوهای ذهنی محدود کننده تصمیم گیری رو به تعویق میندازن. در اینجا تکنیک‌های فروش میتونه به عنوان یک ابزار آگاه سازی و فعال سازی تصمیم گیری استفاده بشه، نه به عنوان یک روش برای فریب یا تحمیل. خب، ماتریکس در فروش و بازاریابی، استفاده مثبت یا منفی. در دنیای امروزی ماتریکس به عنوان سیستمی شناخته میشه که انسانها رو در الگوهای فکری خاصی نگه میداره و بسیاری از باورها و تصمیمات اونها رو تحت تأثیر قرار میده. بازاریابی و تبلیغات نیز بخشی از این سیستم ها هستند، اما نوع استفاده از اون تعیین میکنه که آیا در راستای رشد آگاهیه یا در جهت فریب و کنترل. استفاده نادرست از ماتریکس در فروش به شکل زیره: ایجاد ترس غیر واقعی برای وادار کردن مشتری به خرید، ارائه اطلاعات غلط درباره محدودیت زمانی یا تعداد محصول، استفاده از فشار روانی و گناه انگیزی برای مجبور کردن افراد به خرید. این نوع استفاده از تکنیک‌های فروش برخلاف قوانین جهان هستیه، زیرا مشتری را از روی ترس و ناآگاهی وادار به تصمیم گیری میکنه. حالا استفاده های مثبت از ماتریکس در فروش چیه؟ ارائه اطلاعات واقعی درباره مزایا، ویژگی‌ها و محدودیت‌های محصول، کمک به مشتری برای غلبه بر تعلل و تصمیم گیری آگاهانه، ایجاد حس فوریت بر مبنای واقعیت، مثلا تخفیف‌های مدت‌دار واقعی یا ظرفیت محدود کلاس‌های آموزشی. در این حالت فروشنده در نقش یک راهنما ظاهر میشه که به مشتری کمک کنه تا آگاهانه و سریعتر تصمیم بگیره. این روش هم با اصول آگاهی و جهان هستی همخوانی داره و هم به کسب و کار کمک میکنه که مشتریان وفادار و رضایتمند داشته باشه. حالا آیا ایجاد فوریت در فروش غیر اخلاقیه؟ بسیاری از افراد تصور میکنند که هر نوع ایجاد حس فوریت مثل اعلام محدودیت زمانی یا تخفیف‌های ویژه غیر اخلاقیه. اما نکته مهم اینه: اگر از این تکنیک‌ها بر اساس حقیقت و نیت خیر استفاده شوند، نه تنها غیر اخلاقی نیستند، بلکه برای مشتری مفید هم هستند. مثلا فرض کنید یک دوره آموزشی با ظرفیت محدود وجود داره و تنها 10 نفر میتونن تو اون شرکت کنن. اگر فروشنده این موضوع رو اعلام نکنه، ممکنه برخی از افراد به دلیل تعلل و عدم آگاهی فرصت رشد یادگیری رو از دست بدن. در اینجا اعلام محدودیت ظرفیت یک روش سالم و کمک کننده محسوب میشه. اما اگه محدودیت زمانی یا تعداد صرفاً یک تاکتیک فریبنده باشه، مثلا اعلام کاذب اینکه فقط 5 عدد باقی مانده در حالی که تعداد زیادی در انبار موجوده، این روش قطعاً
برخلاف قوانین جهان هستی و اصول اخلاقیه. حالا چگونه تعادل بین فروش و آگاهی رو حفظ کنیم؟ برای اینکه تکنیک‌های فروش در راستای رشد آگاهی افراد باشه، باید چند اصل اساسی را رعایت کنیم. راستگویی، هر اطلاعاتی که با مشتری میدید واقعی باشه. احترام به مشتری، هیچگاه او را وادار به خرید نکنید، بلکه آگاه سازی کنید. ارائه ارزش واقعی، محصول یا خدمات شما باید حقیقتاً ارزشی برای مشتری ایجاد کنه. ایجاد فوریت بر مبنای واقعیت. اگر تخفیف، ظرفیت محدود یا فرصت ویژه‌ای دارید، باید واقعی باشد. هدایت به جای تخمین. مشتری رو به سمت یک تصمیم آگاهانه هدایت کنید، نه اینکه او را تحت فشار قرار دهید. فروش و بازاریابی در ذات خود نه خوب هستند و نه بد، بلکه نحوه استفاده از آنها تعیین کننده اخلاقی بودن یا نبودنشونه. استفاده از تکنیک‌های فروش زمانی مفید و مثبته که در راستای افزایش آگاهی مشتری و کمک به او برای تصمیم گیری باشد. اما اگر از این تکنیک‌ها برای ایجاد ترس کاذب، فریب یا تحمیل استفاده شود، نه تنها برخلاف اصول جهان هستیه، بلکه در بلند مدت به اعتبار کسب و کار نیز آسیب خواهد زد. بنابراین هر فروشنده‌ای که به دنبال هماهنگی با قوانین جهان هستیه، باید به جای وادار کردن مشتریان به خرید از طریق ترس، اونها رو با آگاهی، صداقت و ارزش واقعی به سمت یک تصمیم درست هدایت کنه. این رویکرد نه تنها باعث رضایت مشتریان خواهد شد، بلکه کسب و کار رو در مسیر پایدار و رشد قرار خواهد داد. حالا به نظر شما تکنیک‌های فروش شما رو تو ماتریکس نگه می‌داره؟ منتظر مقالات بعدی مستر کوچ باشید.